سلام، اینجا پرونده آخر شبه و ما پرونده های جنایی رو بررسی میکنیم. روایات واقعی که یکی از شما برای ما ارسال کرده و ما برای حفظ حریم شخصی افراد اسامی رو تغییر میدیم. با ما همراه باشید. برادرم از من خواست که لباسای همسرش رو بپوشم و براش آشپزی کنم. بهم میگفت به یاد همسر مرحومش عزیزم صداش کنم. من فقط میخواستم آزادم کنه و بذاره برگردم. به خاطر همین هر چی که میگفت رو گوش میدادم. اسم من غزال است. من دختر کوچیک آقای سراج الدین صبوحی، یکی از ملاک‌های شناخته شده شهرمون هستم. مادرم چندین سال پیش به رحمت خدا رفت و پدرم هم بعد از اون یک بار ازدواج کرد و بعد از 2 سال طلاق گرفت و بعد از اون دیگه هیچ وقت ازدواج نکرد و در نهایت بعد از 5 سال از رفتن مادرم بر اثر یه تصادف قطع نخاع میشه و بعد از 10 روز به رحمت خدا میره. من که تو اون دوران 16 سال بیشتر نداشتم، مجبور شدم به خونه برادرم صدرا و خانمش هانده نقل مکان کنم که انصافاً خانم صدرا هانده و با من همیشه مثل یه خواهر رفتار میکرد. هانده اصالتاً ایرانی نبود و متولد باکو بود. صدرا تو یکی از سفرهاش به باکو باهاش آشنا شده بود و چون مبادلات کاری داشتن کم کم دلبستش میشه و بعد از چند سال ارتباط با هم ازدواج میکنن و هانده رو به ایران میاره. من قبل از اینکه به خونه اونا برم همیشه حسرت زندگیشون رو میخوردم. با خودم میگفتم یعنی میشه من هم یه روز یه زندگی مثل زندگی صدرا و هانده داشته باشم. اما وقتی که بساطم رو جمع کردم و به خونهشون نقل مکان کردم، درست وقتی که 6 ماه از سکونتم تو اون خونه گذشت، یک سری رفتارهای کنترلگر و جنون‌آمیز از برادرم صدرا میدیدم. اوایل فکر میکردم که دارم اشتباه میکنم و همش توهم منه، اما هر چقدر که میگذشت میدیدم که برادرم صدرا طبق یه وسواس خاصی همسرش هانده رو اذیت میکنه، جوری که نمیشد ثابت کرد. مثلا اوایل که اومده بودم به خونه برادرم میدیدم که چقدر با هانده مهربونه. هانده رو هر از چندگاهی به گردش میبره و براش هدیه میخره و به طور کلی خیلی هواشو داره، اما در عین حال دست به کارهایی میزد که باعث آشفته شدن هانده میشد. مثلا میدیدم که گاهی هانده رو برای گردش با دوستاش تشویق میکنه و وقتی که هانده بیرون میره وسایل خونه رو جابجا میکنه، به طوری که همسر برادرم متوجه نمیشد که چه چیزی رو صدرا جابجا کرده. اما وقتی که میخواست از فلان شیء استفاده کنه میدید که اون شیء سر جای خودش نیست و وقتی به برادرم اعتراض میکرد صدرا با خونسردی با هانده گلایه میکرد و هانده رو دچار یک دستکاری روانی قرار میداد. این مسئله کوچیک رو صدرا با چنان ظرافتی انجام میداد که تو حالت معمولی انگار اتفاقی نیفتاده، اما وقتی که مدام تکرار میشد و ساعتهایی رو هانده شروع به گشتن دنبال وسایلش میکرد، کمی در هانده تنش ایجاد میکرد. اما این تنها رفتار موذیانه برادرم صدرا نبود. یک بار وقتی که صدرا و هانده برای مسافرت به کیش رفته بودن، صدرا متوجه میشه که هانده به گل مخصوصی حساسه و بدنش کهیر میزنه. اسم اون گل کوکب بود و باعث میشد هانده مدام سرفه کنه و نفس تنگی بگیره. وقتی که از کیش برمیگردن بعد از یک مدت صدرا چند تا از این گلا رو داخل خونه میاره و تو گوشه گوشه خونه قرار میده. من اون دوران نمیدونستم ماجرا چیه، اما بعد از یک مدت بدن هانده شروع به کهیر زدن میکنه و به سرفه میفته و دچار تب میشه. این بیماری نادر که هانده داشت انگار برای برادرم صدرا یه تفریح بود. باز هم میگم که من تو اون دوران به این چیزایی که امروز دارم براتون بازگو میکنم نرسیده بودم و حتی از دیدنشون توجهی هم نمیکردم تا اینکه سر خودم این بلاها تکرار شد، اما با شدت بیشتری. اجازه بدید قبلش ادامه اتفاقاتی که برای هانده افتاد رو بازگو کنم تا اینکه نوبت به من هم برسه. همونطور که گفتم هانده انگار یک حساسیت خاصی به گل کوکب داشت و من تو اون دوران اسم اون گل رو نمیدونستم و این رو هم نمیدونستم که هانده به اون گل حساسه و وقتی برادرم اون گل رو تو خونه پنهان میکنه بدن هانده شروع به کهیر زدن میکنه و بعد از یک مدت دچار تب میشه و رفته رفته بیماری شدت میگیره. اما صدرا برادرم هیچ حرکتی در جهت برداشتن اون گلها از گوشه گوشه های خونه نمیکنه و حتی با مهربونی و صبوری هانده رو پیش دکتر میبرده. داروهای هانده رو طبق یه نظم و نظامی که دکتر اعلام کرده بود بهش میداده
و حتی امروز با خودم فکر میکنم که حتی شاید اون داروها رو هم نمیداده و چیزای دیگه‌ای به اسم اون داروها به هانده میخوروند. هانده دچار ضعف شدید بدنی شده بود و از صدرا میخواست تا اجازه بده به باکو برگرده. اما صدرا بهش اجازه نمیداده و میگفته بذار حالت خوب بشه بعدن. تو مدت بیماری هانده حتی اونو خارج از کشور هم میبره و تو کیف هانده از گلپرهای اون گل میریزه و رفته رفته بدن هانده اونقدر ضعیف میشه که دووم نمیاره و میمیره. بعد از رفتن هانده برادرم صدرا رفته رفته دچار وسواسی های عجیب تری میشه. مثلا به لباس های من ایراد میگرفت و یه روز دیدم همه لباس هام رو دور انداخته و برای من یک سری لباس از لباس های هانده رو گذاشته. وقتی که دید از این اتفاق ناراحت شدم از بازار برای من یه سری لباس های جدید میخره که شبیه لباس هایی بود که هانده میپوشید. تو اون دوران من 18 سال بیشتر نداشتم و اصلا هم فکرم به این نمیرفت که چه هیولایی درون برادرم در حال بیدار شدنه که داره کم 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 از صدرا چه آدمی میسازه. صدرا توی خوابش مدام ناله میکرد که نه، من میرم اون گلا رو پیدا میکنم، باید برم اون گلا رو پیدا کنم. توی ناخودآگاه صدرا داشت اتفاقی میافتاد که نهایتاً سرنوشت من رو به سمت مقصدی شون برد. یه روز وقتی که از خواب بیدار شدم صدای گریه صدرا رو شنیدم و رفتم تا ببینم چی شده. صدرا از دیدن من دستاش رو بلند کرد تا بغلم کنه. من رفتم و در آغوشش کشیدم و تمام غمش رو از توی سینش حس کردم و من هم کلی تو آغوشش گریه کردم. صدرا بهم گفت آبجی غزاله، دیدی چه بلایی سرم اومد؟ دیدی چه تنها شدم؟ من بهش دلداری میدادم که گریه نکن داداش، کی گفته تو تنهایی؟ تو منو داری، خدا رو داری. وقتی که آروم شد از من یه خواهشی کرد که همین الان هم از وحشتش دارم به خودم میلرزم. بهم گفت آبجی میشه لباسای هانده رو بپوشی؟ برام خورشت قیمه درست کنی؟ یک کم تو این لحظه این درخواستش برام عجیب بود. نمیدونستم چرا، اما با کمی مکث و تأمل قبول کردم. وقتی که لباسای هانده رو پوشیدم گفت حالا میشه بری آشپزخونه برام خورشت قیمه درست کنی؟ گفتم باشه. وقتی داشتم تو آشپزخونه کار میکردم میدیدم که داره زیر چشمی بهم نگاه میکنه. سعی کردم زیاد به خودم نذارمش. به هر حال برادرم بود، حتما میخواست با این کار به خودش تسکین بده. وقتی که غذا رو پختم و صداش کردم و گفتم صدرا بیا ناهار بخور، بهم گفت عزیزم صدام کن. حس خوبی نداشتم، اما همین کاری رو که میخواست انجام دادم. بهش گفتم عزیزم بیا ناهار آماده است. وقتی که داشت غذا رو میخورد بهم چیزی گفت که خیلی برام عجیب بود. بهم گفت هانده باید بریم گلخونه ییلاقی، اونجا دنبال گل کوکب بگردیم. گلخونه ییلاقی یکی از املاک پدرم تو کوهستان بود که پدرم برای یک کسب و کاری راه انداخته بود. اما بعد از یک مدت ولش میکنه و قبل از اینکه بتونه اونجا رو بفروشه به رحمت خدا میره. و حالا داداشم داشت از گلخونه ییلاقی صحبت میکرد. به خاطر همین تعجب کردم و گفتم چی؟ اما صدرا جوابی نداد و بعد از این حرفش سکوت کرد. انگار متوجه شده بود که داره چرت و پرت میگه. اما از فردای اون روز باز جنون صدرا 2 برابر شد. به هم گفت هانده. چرا مدام منو با اسم خانومش صدا میکرد؟ من هیچ واکنشی نسبت به این که اسم منو هانده صدا میکرد نشون نمیدادم. میگفتم شاید لازمه که چیزی نگم. بهتره هیچی نگم تا این غم رو بتونه تسکین بده. اما صدرا رفته رفته داشت بیشتر از کنترل خارج میشد. به هم گفت هانده گل کوکب رو دست نزنی یا واسه حساسیت زایه. گفتم چی میگی داداش؟ گفت داداش؟ با تعجب نگاهم کرد. دوباره متوجه شد که چی کار داره میکنه و دیگه هیچی نگفت. شب که خوابیده بودم دیدم یه دستی در حال تکون دادنمه. وقتی چشمو باز کردم دیدم صدرا بالای سرم نشسته و یه گلی رو به سمتم گرفته و میگه اینا هاش پیداش کردم، دیگه میتونی برگردی. میرم نابودش میکنم. نگاه. بعد زیر گل فندک گرفت و سوزوندش. من ترسیده بودم. گفتم چی شده داداش؟ چی کار داری میکنی؟ گفت نابودش کردم، غلط کردم هانده، دیگه نمیذارم بیاد خونمون. واقعا ترسناک شده بود. بهش گفتم من غزالم داداش، هانده نیستم. اما انگار حرف منو نشنید و گفت تو رو خدا برگرد هانده، نابودش کردم، دیگه تو خونمون نیست، دیگه نمیذارم مریض بشی، دیگه جلوی خودمونو میگیرم، نمیذارم مریض بشی. گفتم داداش صدرا. گفت تو رو خدا برگرد، اصلا بیا با هم بریم گلخونه رو نابود کنیم، دیگه هیچ گلی رو نمیذارم وارد خونه بشه، حتی گل لاله، هیچ گلی. نگاه کردم صدرا دیوانه شده بود. بهش التماس میکردم که آروم باشه، اما صدرا واقعا قاطی کرده بود. رفت سمت گلهای توی بالکن، از اون بالا پرتش کرد زمین.
داد میزد ببین حتی اینا رو هم دارم نابود میکنم. اون وقت شب همسایه ها با اون وضع و سر و صدا زابرا شده بودن و از پنجره هاشون به سمت خونه ما فحش روانه میکردن. من رفتم و صدرا رو داخل خونه کشیدم. بهش گفتم صدرا من غزالم. صدرا باز متوجه شد که اشتباه گرفته. دوباره زد زیر گریه و گفت غزاله هانده دیگه نمیاد نه؟ به حدی سوزناک گریه کرد که هنوزم که هنوزه با تمام بلاهایی که سرم آورد جگرم از فکر کردنش خون میشه. بعد از اون دیگه صدرا به حالت معمول برنگشت. فردای اون روز سپری شد و به شب رسید. من دوباره توی خواب بودم. اون شب به شدت خسته بودم و اونقدر سنگین شده بودم که نفهمیدم کی وارد رخت خواب شدم. اما وقتی که صبح چشامو باز کردم دیدم تو خونه خودمون نیستم. حالا تو اون کلبه ییلاقیمون بودم. همونی که کنارش یه گلخونه قرار داشت. گلخونه ییلاقی و امروز متروک بود و هیچ خونه ای هم اطرافش نبود. حتی ما باید مسافت زیادی رو طی می‌کردیم و از روی یه پل چوبی که بالای یه رودخونه بود رد می‌شدیم تا به این کلبه برسیم. من نمیدونم صدرا چطور من رو بدون اینکه بفهمم اون همه مسیر آورده بود داخل اون کلبه. اما چیزی که مطمئنم اینه که من رو مسموم کرده بود و به هم داروی خواب‌آور خورونده بود تا به اینجا رسیده بود. وقتی که چشام رو توی اون کلبه باز کردم از وحشت نمیدونستم چی کار کنم. وقتی که چشامو باز کردم دیدم صدرا نیست. هیچ حسی ترسناکتر از این نبود که روز قبل تو خونه خودت توی شهر باشی و وقتی که شب میخوابی و چشاتو باز میکنی میبینی توی یه کلبه متروک و دور افتاده از اجتماع اون هم تک و تنها بیدار بشی. وقتم بلند بود که دیوانه نشدم. از ترس چندین بار صدرا رو صدا زدم اما نبود. 3 ساعت تمام اونجا با وحشت در حالی که تنم قفل شده بود از اینکه حالا چه کاری باید بکنم سپری شد و بعد از این زمان صدرا پیدا شد. بهش گفتم داداش صدرا داری چی کار میکنی؟ گفت گلخونه رو سوزوندم دیگه هیچ گلی توش نیست. گفتم داداش تو رو خدا به خودت بیا، من واقعا میترسم، من غزالم داداش. صدرا عصبانی شد و گفت چیه میگی من غزالم؟ بس کن دیگه، پاشو یه غذا درست کن، میخوام برم دنبال گل کوکب بگردم ببینم چه میکنم. هرچی گل کوکب هست تو این کوه نابودش میکنم، خیالت راحت باشه هانده. عصبانی شدم و گفتم یعنی چی هی به من میگی هانده؟ من غزالم. اما تا اسم غزاله رو روی لبم آوردم محکم توی صورتم کوبید. من فقط تونستم صورتمو بگیرم و بشینم روی زمین و هیچی نگم. ترسیده بودم، تا مدتی شوک زده بودم. نمیدونستم صدرا چه شده، اما اگه جنونش اونقدر بود که آسیبی به هم میزد چی؟ صدرا پاک دیوانه شده بود. بعد از حدود 5 ساعت صدام کرد و یکی از لباسهای هانده رو جلوم انداخت و گفت هانده پاشو این لباستو بپوش، 2 تا تخم مرغ برام بشکن. من هیچی نگفتم. ناگهان عصبانی شد و فریاد زد پاشو. گفتم پاشو میزنم تا. من دوباره هیچی نگفتم. پتو رو کشیدم روی خودم، اما تو همین حین با سوزشی از جام پریدم و دیدم صدرا با کمربند بالای سر من وایستاده و شروع کرد به کتک زدن من. من جیغ میکشیدم ازش، میخواستم ولم کنه، التماسشو میکردم اما ولکن نبود. اونقدر من رو زد تا مجبور شدم اون لباسی که میگه رو جلوی چشماش عوض کنم و ناگهان مهربون شد. من با تن کبود و ضعیف در حالی که نایی برای آشپزی نداشتم رفتم و چند تا تخم مرغ براش شکستم. در حال خوردن بود و مدام ازم تشکر میکرد. آه خوانده، نمیدونی چقدر دلم برای دستپختت تنگ شده بود. فردا میرم هرچی گل تو این ییلاقه رو نابود میکنم. دیگه نمیذارم از این گلا بیاد تو خونمون. وقتی که این حرفا رو میزد به سرم زد که منم باهاش همراهی کنم. بهش گفتم عزیزم من دیگه نمیذارم هیچ گلی بیاد تو خونه. بیا بریم خونه. غزاله تو خونه تنهاست. گفت غزاله که مرد، دیوونه شدی؟ عصبی شده بود. گفت من تا گلا رو نابود نکنم نمیتونم برم پایین. گفتم پس کی؟ گفت نمیدونم، تا فردا همه کوه رو نابود میکنم. گفتم میدونی این کوه چقدر گل توش سبز میشه؟ چجوری میخوای همه رو نابود کنی؟ بیا برگردیم. گفت نگران نباش، من نابودش میکنم. و ناگهان زد زیر گریه. به خدا داشتم شوخی میکردم. حس کردم اگه ضعیف باشی من رو بیشتر دوست داری. نمیدونستم هانده. وحشت تمام وجودمو گرفته بود. گفتم تو چی کار کردی صدرا؟ گفت به خدا شوخی بود، نمیخواستم که تو بمیری. فکر میکردم یه حساسیت ساده میشه و تموم. و بعد شروع کرد به گریه کردن. درست مثل یه بچه شده بود. تو چی کار کرده بودی صدرا؟ باورم نمیشد. بهش گفتم داداش صدرا، میخوای منم مثل هانده بشم؟ میخوای منم بمیرم؟
بیا برگردیم. گفت تو مگه چته؟ هانده هم هیچیش نبود. ادا در نیار. یه هفته گذشت. حالا 1 هفته بود که من توی اون کلبه بودم. غذامون داشت تموم میشد و صدرایی که من میدیدم غیر ممکن بود که بره دنبال غذا. هر روز چند ساعت میرفت بیرون و دم غروب وقتی که من از تنهایی میلرزیدم برمیگشت و میگفت گلا خیلی زیاده اما فردا تموم میشه. بهت قول میدم. غذای ما داشت تموم میشد. من به شدت ضعیف شده بودم و نمیدونستم باید چی کار کنم. تقریبا غذامون تموم شده بود. هر شب صدرا ازم میخواست لباسای هانده رو بپوشم و براش آشپزی کنم و از پشت یواشکی بهم نگاه میکرد. کم کم حس میکردم که داره بهم نزدیکتر هم میشه. نمیتونستم این اجازه رو بهش بدم. همیشه یه چیز تیز تو دستم بود. ما دیگه غذایی نداشتیم و صدرا که چیزی متوجه نمیشد. هیچی نخورد و انگار دیگه گرسنگی هم نمیفهمید. فقط گل 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 گل. اما 2 هفته بود که داشتم عذاب میکشیدم. گاهی میرفتم بیرون و سعی میکردم یه چیزی برای خوردن پیدا کنم. اما واقعا توی جنگل چیز زیادی برای خوردن نبود. یعنی بود. من که شکارچی نبودم. من چیزی از زندگی تو جنگل بلد نبودم. تا اینکه تصمیم گرفتم خودم تنهایی برگردم و فرار کنم. و وقتی که خودمو به پل رسوندم دیدم که صدرا اون پل رو خراب کرده. شاید میدونست که من برمیگردم. به خاطر همین تمام مسیرهای برگشت رو خراب کرده بود. اگه برنمیگشتم معلوم نبود چه اتفاقی میافته. اون شب هم گذشت. من تب شدیدی کرده بودم. اما انگار همون سناریوی هانده داشت برای من هم تکرار میشد. با این تفاوت که من دزدیده شده بودم. اونم توسط برادر مجنونم. اون شب ازم خواست لباس هانده رو دوباره بپوشم. اما من گفتم من مریضم صدرا. مثل هانده. صدرا گفت ادای مریضا رو در نیار. پاشو. اما من باز توجه نکردم. میدونستم که الان پا میشه و منو کتک میزنه. چند بار صدام کرد. اما من واقعا حس میکردم که اون روز آخر زندگیمه. وقتی که صدرا بلند شد و بالای سرم قرار گرفت دوباره با کمربند افتاد به جونم. تو اون 2 هفته چندین بار زیر بار کتکش با کمربند قرار گرفته بودم. این جسم ضعیفم این بار واقعا رمقی نداشت. صدرا خم شد روم و بلندم کرد و این بار خیلی عجیب روم دست میکشید. من از وحشت خودم رو عقب کشیدم و اون به هم نزدیک شد و دیگه نمیدونم چی شد. دیدم جسم سنگینش روی زمین افتاده و ازش داره خون میره. اون هم به شدت. جسم تیزی که تو دستم بود رو تو تنش فرو کرده بودم. صدرا روی زمین خودشو میکشید. از درد به خودش میپیچید. من واقعا وحشت کرده بودم. دیگه چیزی یادم نمیاد جز این که تو جنگل داشتم میدویدم. به یه نقطه نامعلوم داشتم میدویدم. راه فرار رو نمیدونستم کجاست. نمیدونستم از چه نقطه‌ای باید برگردم. از کی کمک بگیرم تا اینکه روی زمین افتادم. حس کردم در حال تموم کردنم و بعد دیگه چیزی احساس نکردم. تا اینکه چشامو باز کردم و دیدم پشت یه ماشینم و یه مرد بالای سرم وایستاده. تو آمبولانس بودم. چشامو بستم و دوباره خوابیدم. وقتی که دوباره چشامو باز کردم دیدم که روی تخت بیمارستانم و تو دستم سرم فرو کردن. پرستار بعد از چند دقیقه اومد و چکم کرد و بالغ بر 1-2 ساعت بعد یه مردی با لباس مخصوص اومد و ازم پرسید میتونی حرف بزنی؟ سرمو تکون دادم. گفتم آره. مرد از من پرسید تو جنگل چی کار میکردی؟ ناگهان یادم افتاد که صدرا توی کلبه داره توی خون خودش غلط میزنه. سریع به اون مرد گفتم صدرا تو کلبه است. ازش خون میره. مأمور گفت میشناختیش؟ مأمور گفت نگران نباش. میشناختیش؟ گفتم برادرم بود. و تا اونجا که رمق داشتم ماجرا رو براش تعریف کردم. مرد سرش رو تکون داد و رفت. اما قبل از اینکه بره به مرد گفتم حالش خوبه؟ و اون مرد گفت نگران نباش درست میشه. درست میشه؟ چرا حس میکردم اون مرد یه چیزی رو داره از من پنهان میکنه؟ وقتی برگشتم دیگه نمیتونستم تو اون خونه برگردم. تو خونه‌ای که برادرم و هانده با هم زندگی میکردن. چون هیچ کس دیگه تو خونه برادرم زندگی نمیکرد. همه چیز عوض شده بود. دیگه هیچ کس رو تو این دنیا نداشتم. میترسیدم دوباره برگردم به خونه دایی یا عمو. چون اونی که برادرم بود وضعیتش اون شد. وای به حال عمو و دایی. تا مدتی تحت مراقبت‌های روانی بودم. تمام شکنجه ها و در نهایت برادرم که از درد به خودش میپیچید تا جون دادنش هر روز جلوی چشم رژه میرفت تا اینکه امروز این موضوع رو پذیرفتم و برای شما تعریفش کردم. امیدوارم روزی برسه که بتونم دوباره به زندگی عادی برگردم. پایان.